سلام، درود بر شما. من اولین ویدیو خودم رو منتشر کردم تو یوتیوب و اینستاگرام یه بخشیشو و امروز هم اومدم یه معرفی یعنی با هم آشنا شیم، معرفی خودم بهتون بگم. من استاد نیستم و خودم حتی در حد استادی اصلا نمیدونم. امروز هم فقط اومدم که بگم در چه راهی میخوایم با هم بریم. من میخوام یعنی در راهی که بلدم، یعنی تا اونجایی که بلدم، تا اونجایی که آگاهم و رفتم و دیدم و شنیدم و به شما رایگان قرار بدم. ما مرحله اولی که توی این راه میخوایم بریم، آکوردگیری ساده است. یعنی چی آکوردگیری که باره ندارن. خب یعنی قبل اینکه اول باید کل ریتما رو با هم یاد بگیریم با آکوردهای ساده، یعنی همزمان تقریبا یادگیری آکوردهای ساده و با ریتم‌های مختلف. ریتم‌های مختلف رو با هم میزنیم، یاد میگیریم، میریم جلو. من ویدیو اولی که دادم صرفا آموزشی نبود، صرفا یه ویدیو بود که مثلا سطح خودم بهتون بگم چطوری هم در چه حدم و اینا. همین. و مرحله آخر چیه؟ مرحله آخر اینه که بعد اینکه ما ریتما، آکوردهای باردار، آکوردهای ساده، آکوردهای باردار و بعدش رو ملودی میخوایم کار کنیم. یعنی فعلا میخوایم ریتم زدن و آکورد گرفتن های ساده و باردار رو با هم یاد بگیریم و جلوتر ملودی هم میزنیم. خب بعد من قسمت ها رو پارت بهتون میکنم. حالا شاید یه ویدیو دو آکورد، یه ویدیو 3 آکورد تونستم آموزش بدم و همین. امیدوارم با هم یه مسیر خوبی رو داشته باشیم و چطوری بهتون بگم، اینجوریه که نه من که گفتم نه اصلا استاد نیستم، ولی اینجوریه که مثلا میگم با هم داریم میریم جلو. یعنی چی؟ یعنی منم اونقدر بالا، من اونقدر پایینم، داریم با هم میریم جلو که یه جا اصلا به هم میرسیم. یه جا اصلا دیگه وقتی شما آکورد ریتما رو یاد گرفتید، آکوردهای باردار رو یاد گرفتید و آکوردهای غیر باردار یاد گرفتید، دیگه میریم سراغ زدن چند تا آهنگ. اینو می‌خواستم بریم زدن چند تا آهنگا رو تمرین می‌کنیم و بریم تو بخش ملودی. همه اینا رو پارت می‌کنم که هیچ نشی تا دنبالشون بگردید و با هم بریم جلو، یه شروع موفق داشته باشیم. حمایت کنید، ممنونم ازتون. خدا نگهدار.